بسم الله الرحمن الرحیم. اولش که من به هر دو تیم خسته نباشید میگم. به تیم حریف بابت کسب 3 امتیاز تبریک میگم. به بازیکنام خسته نباشید میگم. اونا جانانه جنگیدن، دویدن و هیچی از ارزشاشون با این باختی که خدمتتون عرض شود که همه شرایطشو دیدن کم نمیشه. درود میفرستم به غیرت و شرف بازیکنام. در صحنه‌ای که دقیقه 95 یا 96 منجر به اعلام پنالتی شد، داور وسط نزدیکترین فرد به صحنه که اتفاق افتاد بود که با علامت دست و ریاکشنش ادامه بازی یا همون کرنر رو گفته بود. متاسفانه نمیدونم کمک داور دوم که روبروی جایگاه بود، حتی کمک داور اولم اگه این اتفاقو رقم میزد آدم میتونست بگه کمک داور اول کمک کرد، ولی کمک داور دوم که بر تقریبا با صحنه چیزی هلوهوش 60 متر فاصله داشت چجوری میتونه از اونجا ببینه شرایطی هم که همه دیدن. علی ای حال ما مشکلاتی رو داشتیم تو بازی امروز که اصلا مشکلات ما مشکلات فنی نبود. ما متاسفانه دیشب ساعت 12 شب رسیدیم برای شهر بابک و تیم ما نسبت به تیم حریف نه اون شادابی رو داشت توی نیمه اول و نه تمرکز لازم رو داشت. من فکر میکنم که با توجه به مسافت رشت به استان کرمان و شهر بابک به گونه‌ای بوده که ما باید برنامه‌ریزی که از طریق مدیریت عامل باشگاه صورت می‌گرفت باید خیلی بهتر می‌شد و ما خیلی زودتر می‌رسیدیم و اینجا با شرایط آب و هوایی اینجا یه تمرین می‌کردیم و بچه‌ها استراحت. اگه بخوایم 90 دقیقه بازی رو بخوایم آنالیز بکنیم، عکس العمل بچه‌ها یا ریاکشن بچه‌ها روی صحنه‌ها روی توپ به گونه‌ای بوده که تیم حریف بسیار بسیار سرحال و تیم ما بسیار بسیار کند. این نشأت گرفته از خستگی بوده که ما روز گذشته داشتیم متاسفانه و بابت همین موضوع هم دقایق پایانی بازی رو از دست دادیم. من از بابت باختی که اتفاق افتاده از هوادارهای تیم داماش عذرخواهی میکنم. کادر فنی تمام تلاش خودش رو با کمک بازیکن‌ها انجام داد. زمانی که از دقایق بازی که 2-0 هم عقب افتاد و تازه گلایی هم که خوردیم روی اشتباهات فردی بود، ولی کادر فنی با تدابیری که اتخاذ کرد، با تغییر پلن بازی و از هر 5 تعویض خودش هم استفاده کرد به دلیل خستگی که بچه‌ها داشتن، تونست شرایط بازی باخته رو برگردونه که متاسفانه اتفاق دقایق پایانی توی وقتای تلف شده منجر به این شد که ما نتونیم با حداقل اندوخته به رشت برگردیم. علی ای حال ما هفته آینده بازی با پارس جنوبی خدمتتون هست. امیدوار هستیم که شرایط بچه‌ها رو ریکاوری کنیم. البته من اینجا حتما باید این رو یادآور بشم، اگه ما میخوایم توی مسابقات لیگ دسته اول تیم موفقی باشیم از بعد نتیجه باید برنامه ریزی و بیرون زمینمون هم در حد تیم فنیمون باشه. الان باشگاه از تیممون بسیار بسیار عقب‌تره. ما مشکلات زیادی رو داریم که گفتنش توی این کنفرانس اصلا در شأن شخصیت شهر رشت، استان گیلان و باشگاه بزرگ داماش نیست. امیدوارم که روزهای آینده این مشکلات حل بشه. ظاهراً مدیریت باشگاه داماش قرار عوض بشه یا شده، امیدی هست که این مشکلاتی که شما می‌فرمایید رفع بشه؟ والا نمیدونم چرا هر موقع فوتبال رشت موفقیتایی رو میاره اینقدر توی بحث مالکیتی و مدیریتی با مشکل مواجه میشه. امیدوارم یک بار برای همیشه مشکلات مالکیتی و مدیریتی توی فوتبال رشت ریشه کم بشه. و سوال آخر، نظرتون در مورد هوادارا و میزبانی باشگاه مثل شهر بابک بفرمایید و تمام. والا ما که تمرین اینجا انجام ندادیم، تبریک هم گفتیم به باشگاه مثل شهر بابک. هوادارا توهینی به ما نکردن. اگر چند تا هوادارم اگر آبی پرت کردن یا هر حرکتی کردن، ما اون رو به نام مردم شهر بابک نمیشه. مردم کرمان مردم خونگرم و مهمون نوازی هستن. مبارک شما باشه. خدا نگهدار.